همه این سردردا با ژلوفن خوب نمیشن. 4 مدل سردرد اصلی داریم که میخوام درمان هر کدوم رو واسه توضیح بدم. پس این ویدیو رو حتما سیوش کن. اول از شدیدترین استارت میزنیم. سردرد خوشه‌ای که داخل حدقه چشمه و حتما توی این موارد باید شما به پزشک مراجعه کنید. مدل دوم سردردیه که نصف سر شما درد میگیره. بهش میگن میگرن که 2 تا کار باید انجام بدین. 1 استراحت تو جای کم نور و کم صدای. مورد دوم استفاده کردن از سوماتریپتان هاست. مدل سوم ما هم چیه؟ سردردیه که پیشانی شما درد میگیره و بهش میگن سردرد تنشی. توی این حالت همون استامینوفن و ژلوفن رو استفاده بکنید. و مورد آخر موردیه که میاد این قسمت بالای ابروها کنار بینی درد میگیره که معمولا نشان دهنده عفونت یا احتقان سینوس هاست. توی این حالت از سودوافدرین ها که خودش یه ضد احتقانه و شستشوی سینوس ها با آب و نمک استفاده کنید. من دکتر علی ام و این ویدیو رو برای همه دوستات بفرستش.